اینجا یه اسکواد روشن دارم، اومدم تو ماشین که منو نبینن. بعد دیدم بی‌تربیت اومده پایین داره ماشین اچپی میکنه. Oh my god. دیدم تریکستر زد در رفتش. دیدم اینجا زیادن نفهمیدم کدومه. یارو اومد شانسی فینیشرشو گرفتم. دیدم یارش اومد بلش کردم با گان زدم منو زدمش. اینجا فشار از ماه تحتم زد بیرون. گفتم حداقل اشکال نداره، 3 تا یار دارم الان یه نفر رو میزنن کار در بیارن. دیدم اولی خورد، دومی دمیجش کرد پیچید اون بعدش اسموک میانداخت مت این بنده خدا اینجا رفت فشاری شدن. اون یکی یارمونم که داره اسنوبورد سواری میکنه وسط اون چرا من باید به کی فوش بدم؟ من باید به مخابرات فوش بدم، به اکتیویژن فوش بدم، به یار رندوم فوش بدم. من از زمین و زمان فشاری ام الان. دهن همه تون رو گاهید.